خیلی سرده. چرا بودین؟ کجا بخش شده بود؟ عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان عزیزم. حامد تبریزی در کنار آقا مهدی امینی. آقا مهدی بفرمایید. خیلی مخلصم آقا. قراره کنار آقا مهدی امینی مسابقه داریم که آره همین دید. نخندید. آره نخندید. قراره ویدیو نگاه کنیم که علی عزیز اینا رو زحمت کشیده کنار هم چیده و منم خودم ندیدم، آقا مهدی هم ندیده. هر کی بخنده بازنده است و حکم قراره که 10 کیلومتر نفر بازنده پیاده روی کنه در جایی که مشخص شده. امیدوارم که بازنده من نباشم. من خوشخندم، آقا مهدی هم خوشخنده است. تا باشگاه بریم آقا. بریم که داشته باشیم. بریم که داشته باشیم. خب آقا مهدی بریم واسه اولین ویدیو. آماده این؟ کلا یه دونه‌اش؟ نه 10 تا 20 تا جایی که راه داره پلی میکنیم و اینکه نباید بخندیم دیگه. خب بریم آقا. 3 2 1. تو منو دوست داری آره، لبات گیرایی داره، قلب بشم دوباره این قلب من تازه کاره. حالا خارجه که دوست کن منو، خودتو ملوس کن نرو بیا کنار. بخورش بیا اینو بخور. بخوری یهو بیاد تمام. من نمیخورم ممنون. نه بزرگم من. وایسا یه بار دیگه. بخورش بیا اینو بخور. اینجا بیا اینو بخور. خیلی مظلومانه میگه. بیا اینو بخور. بخورش بیا اینو بخور. خب اوکی. یکی چه بنده. بریم بعد. عزیز خوب من که تصویرت تو شبکه پخش شد داشتی سیگار میکشیدی، تو رو خدا به من زنگ بزن. فقط من شما رو ندارم. خب من خودم بهت زنگ میزنم. خب بعد شما شماره منو داری؟ SMS کن دیگه واسه. آها راست میگی. جالب نه. من جان مادرت یه کاری بکن بدون سحری گرفتم. بد نبود. بهترین کنسرت چی؟ کنسرت این ما برگزار کنیم. نگاه بهترین کنسرت چی؟ کنسرت این ما میخوایم الان براتون برگزار کنیم. خدای خوب بود. چی بود علی؟ توی چه؟ جوان اسم چیه؟ اسم سانا. چند سالته؟ من 21 سال. آها چیز جالبی نیست. برای بیمیرم برم. دخترم ولی مردونه دلم گرفته. یا موسد داری روغن کرچک بخور. روغن کرچک گلگه تو خونه مخصلای نمونه قول بدی. جالب نبود. بله هایا بله هایا چرا؟ چرا صدای امیرعلی بود؟ چرا؟ امیرعلی قد نمیده. بله هایا بله هایا بله ها چی گفت بیا اونجا چرت میدم بگم یه همچین چیزی گفت. خب اوکی 3-0 شدیم درسته؟ 3-0 خیلی خوب.
با اون ادامه بدیم؟ با مشخص نمیشه که میخندی آقا. خب بریم ادامه هست. با اونو گذاشتی مشخص نمیشه که میخندی. باید در بیاری. خب بریم بعدی آقا. چه جالب خوشنودی آقا مومن زمان سلمان اللهم صل علی محمد فاله محمد عجل فرجهم. آقا سلامتی خودت. پکن بود یه ایرانی. بازم شانس آوردیم دیوان موش داره وگرنه اگه شیر داشت با توجه به نسل بعدی فاجعه به بار میومد. بالا رو خوندی وقتی میری جا آدم شما همچین دوستایی داری یا نه، ولی من این کارو میکنم واسه رفیقام، برمیدارم ویدیوهای این شکلی میفرستم که آبروشون تو جمع بره. تازگی مد شده آقا، شد 3-1 من زودتر خندیدم. بریم بعدی. Hej, snackar! Ha siktir. Sa det bra, Allt ska ut. Alltså, jag چی شد؟ یه بار دیگه آقای خندیدم. آقا این الان خنده واسه من قبول میشه. آره اوکی اشکال نداره، ولی ناموسن ارزش داشت اینو بخندم. خیلی بد بود. دو تا پیراهن با هم تصادف میکنن چی میشه؟ یه اتو میاد چروکی میکشه. قربان دیگه لزومی نداره برای نمک به کشورهای دیگه متکی باشیم، چون یک منبع نمک تموم نشدنی برای خودمون من نظر شخصی خودم اینه که من هر چیزی بیشتر بهتره من خودم. نه متوجه نشی خانوم همسرشونو آره توهین به همسرشون شد تقریبا. این هایی که شما میان جلوی سوراخ‌های ما رو بگیرید، من خودم سوراخ واکنم، من خودم همونی که با میکنم به دست من خودم میتونم جلوی سوراخ بگیرم. بدترین شکل ممکن جلوی سوراخ‌های خودتون رو میگیرید. کلاس سوراخ شناسی است. شما این سوراخ رو بستن اون سوراخ رو با میکنید. چرت بود. این کجا پخش شده بود؟ کانالی جایی پخش شده بود؟ چرت و پرت. زیاد جالب نبود. شب یلدای منی دیوونه یه دوست داشتنی، لبای تو رنگ عمره و هندونه شیرینیشم یاره، پیش بوسهای تو که غم ندار. نمیخوای بخندی نه؟ نه جالب نبود. دیگه بادی نگاه کن. شب یلدای منی دیوونه یه دوست داشتنی، لبای تو رنگ این پسره تازگی ها یه پیجی داره. این پسره من حالا نمیشناسمش، واقعا هنرمنده. در گوشه این اون آه میکشه، نمیدونم چرا. نگاه بچه کجا؟ نمیشناسمش. تازه اومده، تازه داره آه میکشه. باحال بود. اینو خب خنده حساب نمیشه چون من یه بار دیگه پلی کردم. 3-2 هنوز.
تا شب تا صبح میخوابه که با 7 تومن 7 تک تومنی. پس اون موقع جوون میتونست نیازشو ارضا کنه راحت. حالا امروز که شهر نو ندارین جوونا چیکار کنن؟ جوونا هیچی، با خودشون برمی میرن دیگه. چرا؟ خب 4-2 چند شد؟ 4-3 نه نه من نخندیدم. آمهتی خندید. 4-2 کسی یادنه حاتمی بیا سلام سوسمات دونه What you know about تو شب اینجوری کتی تو که چشمات خیلی قشنگه رنگ چشمات خیلی عجیبه روی پیشونی فرشته ها ناری ناری دل پرو جان 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 پرسه با وای 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 4-2 شدیم درسته؟ 4-2 با دقت نگاه کن. این تو بچه کار را میکنه. چرا برای خیلی خوبه ناموسا. دیگه سینه ها شده خوبی رو بسرم. این تو بچه جیب من چرا برای یه حتما این میدی که کی بنده خدا همون که میگه خورشید پشتش به ماست. این همونه واقعا ارزش داره یه بار دیگه ببینیم. یا سینه هاشو تکونه. این قبلا هم یه هنرنمایی کرده بود با سینه هاش با لباس بود. الان دیگه ماشاءالله داره بله معروف هستن. این تو بچه جیب کار را میکنه. من چرا برای چرا آقا واقعا خوب بود. خیلی مخلصم. کوچیک شما آقا. سرونی 3-4 خط صورتم. آقا چیز کنیم. من خجالت میکشم بگم حکم شما باید اجرا کنیم. 5-2 شدیم. من نو کردم. 5-2 شدیم درسته؟ 5-2 شدیم. مرسی که تا این لحظه ما رو نگاه کردین. از این به بعدم نگاه کنین. اگه رومون شد حکمو آقا مهدی انجام میده. اگه اجازه بدن قبول کنه و اینا ما که نوکر شدیم هستیم. خیلی مخلصم. حالا ادامه رو نگاه کنیم ببینین چه اتفاقی میفته. خب آقای امینی قبول زحمت کردن که 10 کیلومتر بدون. واقعا مشخصه؟ تقریبا. الان چی؟ خیلی سرده. تا باشگاه قراره تا باشگاه بدون گرم کردن حساب میشه آقا امینی. باشه سرده 10 کیلومتر. ولی این باعث میشه که جدی‌تر باشی دیگه نخندی. یک کمه دیگه آقا بریم که داشته باشیم. سری بعدی یا حسین تهدید سری بعد. ماشاءالله آقا باریکلا. حالا نشون میده که یک ورزشکار چقدر بد بدن که چه عرض کنم خوش بدنه. نمونه داره بارون هم میاد که من دارم احساس میکنم. باریکلا آقای مهدی امینی دونده ای از استان البرز. باریکلا ساعتو بگیر یه تقریبا 10 دقیقه است که دارن میدونن ایشون. ماشاءالله هنوز آقا مهدی داره میدونه ولی نرسیدیم. ساعت هم که مشاهده میکنین 20 دقیقه است کنم دارم میدونن. آقا بنزین ماشین تموم شده ولی انرژی آقا مهدی تموم نشده. 10 دقیقه به 9 و ماشاءاللهش بشه. نشون میده که یه بدن سالم داره و داره میدوه. باریکلا آقا یه 10 دقیقه رو دیگه میرسیم آقا مهدی. ماشاءالله ولی خنده دوای درد همیشه بخند. اگه باختی هم باز بخند. خسته نباشی داشت مهدی. آقا دم آقا مهدی امینی گرم.
تا اینجا یه تک دوید آقا مهدی این ساک شما. دمت گرم. این واقعا خیلی خوبه که ماشاءاللهش باشه، حکمشو تا آخر انجام میده و خم به گوش نمیاره. دمت گرم. آقا ورزش هم حساب میشه دیگه. آقا بریم ورزش کنیم.